دروازه ورودی جدید شهر طالقان با هزینه بیش از 9 میلیون افغانی تهداب گذاری شد. این پروژه در شهرهای مهم تخار و قندوز قرار دارد و هدف آن زیبایی بصری ورودی شهر و تسهیل دسترسی مسافران عنوان شده است. اینمی تجاره ما و شما است، اینمی سکتور خصوصی ما و شما هستند که خیرشان به مردم میرسند. قسمی که امروز ما و شما اینجا حضور پیدا کردیم به خاطر افتتاح دروازه تخار کندوز. کار ساخت این دروازه توسط گروه شرکت‌های یولمون آغاز شده و شامل طراحی مدرن و امکانات برای مدیریت عبور و مرور است. مقام‌های محلی امیدوارند که این پروژه علاوه بر زیباسازی ورودی شهر در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری نیز نقش مثبت داشته باشد. از طرف شرکت یولمون گروپ رئیسش که فرمولی هست که به هزینه شخصی همین شرکت اعمار میشه و این ابتکار اصلا با ابتکار رهبری اسفینزر کندوز است که این تقریبا شرکت دوم است که ما تو پروژه های ساخت و ساز داریم و ما افتخار میکنیم که جوانای ما و این تجارای ما در اینجا سهم گرفتن و ابتکار را به دست گرفتن که در ساخت و سازی وطنشان، در ساخت و سازی ولایتشان سهم گرفتن و در پاری دولتشان ما از استقبال میکنیم و یک گپ کار نیک خوبی است و تجارای دیگه هم خواهشمند هستیم که همچون شرکت هایی که میان به خاطر آبادی وطنشان، به خاطر آبادی مردم و وطنشان و در پالی دولتشان قرار میگیرن بیان سرمایه گذاری بکنن، ما حمایتشان میکنیم و در پالیشان قرار داریم. دروازه ورودی تخار که امروز به خیر افتتاح شد، مبلغ مجموعی که به دروازه سرمایه گذاری میشه و اعمار میشه 9 میلیون بیشتر هستند و مدت زمانش الا 6 ماه بخیر تکمیل میشه و این بخش از پروژه بزرگ ما به شهر طالقان است که مارکت تجارتی به اعمار میشه و بیشتر از 15 الی 20 نفر مصروف پروژه می باشه و البته در پروژه رسمی ما بخیر شروع میکنیم بیشتر از 500 نفر مستقیم و غیر مستقیم بیشتر از 1000 نفر در اینجا مصروف کار میشن. مردم محل از افتتاح کار این دروازه استقبال کرده و آن را گام مثبت در مسیر توسعه این شهر میدانند.